به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شما دانشجویان عزیز. بنده مصطفی الماسی هستم، متخصص نورولوژی و استادیار گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستم و قراره که در این فایل در مورد سمیولوژی بیماری‌های نورولوژی با هم صحبت کنیم. اهدافی که در مورد این درس ما مورد انتظارمون هست اینی که شما در مورد علامت شناسی بیماری‌های نورولوژی آشنایی پیدا کنین. برای رسیدن به یک تشخیص یه عده قدم‌ها پی گرفته میشه که اینها به صورت پشت سر هم و متوالی است. اولین قسمت اینه که ما یافته‌های غیر طبیعی رو به دست بیاریم، بعد از نظر آناتومیک زایمون رو لوکالایز کنیم. یافته های دیگه‌ای که مربوط به اون کلینیکال فیچرز هست و یافته های زمینه‌ای مثلا سن، جنس و بیماری های زمینه‌ای رو به این یافته اضافه می‌کنیم. بر اساس مراحلی که تا اینجا داشتیم علل احتمالی در واقع اتیولوژی ها رو دنبالشون میگردیم. دوباره یافته ها رو یه بار دیگه جمع بندی میکنیم، یه هایپوتز در نظر میگیریم بر اساس تمام یافته ها و آخر کار همین که این هایپوتزمون رو باید ارزیابی کنیم، مثلا یافته های پاراکلینیک و یا مثلا تصویر برداری استفاده کنیم تا تشخیصمون رو مسجل کنیم. برای اینکه وقتی که با یک سوال بالی در معاینه نورولوژی مواجه هستیم ما همین مراحل رو پی میگیریم. اولین سوالمون این که آیا اصلا بیمار یک مشکل نورولوژی داره یا نداره. بر اساس تمام یافته ها ما لوکالیزه میکنیم، بعد میبینیم که آیا علامت هامون قرینه است یا غیر قرینه که این هم تو لوکالیزیشن به ما کمک میکنه. سعی میکنیم پاتوفیزیولوژیشو و در واقع اون اتیولوژیشو به نتیجه برسیم و تشخیص افتراقی میگیم. یک قسمتی که در طب نورولوژی اهمیت بسزایی داره آناتومیک لوکالیزیشن هست. آناتومیک لوکالیزیشن با توجه به اینکه سیستم عصبی بسیار گسترده است و از مغز و نخاع که خودش اجزای مختلفی دارن شروع میشه و تا PNS Peripheral Nervous System حتی عضلات و نورماسکولار جانکشن گسترده میشه. با توجه به این گستردگی بسیار زیاد آناتومیک ما باید سعی کنیم محل آناتومیک رو مشخص کنیم تا سریعتر به اون اتیولوژی محتمل برسیم. در مورد آناتومیک لوکالیزیشن اول نیاز به یک معاینه نورولوژی بسیار دقیق و جزئی داریم. دومین مسئله اینه که با اون مطالبی که از نورآناتومی یاد گرفتیم و از قبل تو ذهنمون هست و علامت‌های بالینی اینها رو با هم مرج میکنیم و در نهایت یه آناتومیک لوکالیزه میکنیم. برای همین منظور یک مرور خیلی سریع به آناتومی خواهیم داشت. خیلی مرورمون سریع هست. میدونید که سیستم عصبی اول از همه تبدیل میشه به یک سنترال نروس سیستم و پریفرال نروس سیستم. سنترال نروس سیستم شامل مغز و نخاع است و پریفرال هم شامل اعصاب کرانیال، اعصاب نخاعی و سیستم اتونوم که پخش هست. آناتومی مغز میدونید که از ماده سفید و خاکستری تشکیل شده. ماده خاکستری حاوی جسم سلولی نورون هاست و در قشر در واقع کورتکس متمرکز شده. ولی یک قسمتی از ماده خاکستری در عمق مغز هست که بهش میگن دیپ گری ماتر و شامل هسته‌های قاعده‌ای هست که کودیت، پوتامن و تالاموس، آمیگدال و بقیه رو شامل میشه. ماده سفید هم یک عده ما رابطهای بزرگ مغزی مثل کورپوس کالزوم و پوستر کامیشر، انتر کامیشر داریم و یک عده هم ارتباطات بین قسمت‌های مختلف کورتکس و همینطور ارتباطات با قسمت‌های پایین‌تر که الیاف پروژکتایل رو میسازن. همچنان که میدونیم غیر از در واقع سربروم یا مخ ما یک ساقه مغز داریم و مخچه که این دوتا هم در قسمت تحتانی مغز قرار دارن و در این تصویر قسمتی که زرد رنگ هست ساقه مغز شامل میدبرین، پل مغزی و مدولا رو نشون میده که ازشون اعصاب کرانیال منشعب میشه و دو تا همیسفر مخچه هم دیده میشه. بعد از مغز میرسیم به نخاع. نخاع رابطیه که در واقع مغز رو به قسمت‌های PNS وصل میکنه. نخاع در قسمت‌های مختلف شامل نخاع سرویکال، توراسیک، لومبار و ساکرال هست و
از اینا اعصاب نخاعی که 31 جفت هست راست و چپ منشعب میشه. در مقطع عرضی در تصویری که سمت چپ شما میبینین ماده خاکستریش رو به صورت یک حرف H و ماده سفیدش رو دور تا دور در نظر میگیریم که ماده سفید طنابهای عصبی که به سمت بالا میبرن یا فیبرها از بالا به سمت پایین میارن رو شامل میشه و ماده خاکستری هم شامل شاخ قدامی و شاخ خلفیه که یک قسمت حرکتی هست و یک قسمت موتور. از شاخ قدامی و خلفی 2 تا بازو که در واقع 2 تا روتلت هستن، 2 تا ریشه چه هستن، حرکتی و حسی جدا میشه و این 2 تا به هم میپیوندن و اعصاب نخاعی رو تشکیل میدن. اگر با جزئیات بیشتری بخوایم صحبت کنیم ما باید فانکشنال آناتومی رو هم در نظر بگیریم. یعنی اینکه درسته که مغز و نخاع و قسمت‌های مختلف داریم ولی اینا به هم مرتبط هستن. مثالش در سیستم موتور و سیستم حسیه. در سیستم موتور میدونیم که یه دست فیبرها که در تصویر سمت چپ میبینین، یه دست فیبرها از کورتکس موتور که در لوب فرونتال هست منشعب میشن، میان پایین در ساقه مغز نزول میکنن، در مدولا کراس میکنن میان سمت مقابل و در نهایت از طریق کورتیکو اسپاینال ترکت که قسمت اعظمش کنترالترال است و میزان کمیش ایپسیلترال هست نزول میکنه تا میاد به شاخ قدامی نخاع برسه و اونجاست که نورون دوم که نورون لور موتور هست تشکیل میشه و از اونجا اعصاب نخاعی ایجاد شده و میان اعصاب محیطی رو درست میکنن. سیستم حسی نیز که برعکس هست در واقع، یعنی از اعصاب محیطی شروع میشه، یه دونه از نورون هاشون در دورسال روت گانگلیون هست و بعد فیبرها 2 دسته میشن. یه دسته از فیبرهای حس عمقی هستن که با رنگ قرمز اینجا نشون داده شده و ایپسیلترال در شاخ خلفی نخاع صعود میکنن میان تا مدولا و در مدولا کراس کرده میرن در تالاموس نورونشون رو عوض میکنن و در نهایت به کورتکس حسی ختم میشن. این قسمتی که آبی رنگ هست فیبرهای حس سطحی شامل درد و حرارت و لمس سطحی شامل میشه که همچنان که میبینین بعد از دورسال روت گانگلیون در شاخ خلفی نخاع نورون عوض میکنه، نورونش کراس میکنه و در کورتیکو اسپاینو تالامیک ترکت صعود میکنه میاد تا تالاموس و در اونجا هم به قشر حسی منتهی میشه. یه مثال عرض میکنم خدمتتون. مثلا فرض کنید یک فردی با همچین علامت‌های حسی و حرکتی مراجعه کرده، یعنی قسمتی که قرمز رنگ اختلال حس سطحیش هست و قسمتی که هاشور خورده و آبی رنگ اختلال حرکتی و حس عمقیش هست و میزانش هم مثلا در حد ناف هست. این فرد چه مشکلی داره؟ به این میگن سندروم برانسکورد یا سندروم همیکورد، یعنی در واقع یک نیمه نخاع مشکل داره که نیمه ای هستش که همین حس عمقی و حرکتی وجود داره. یعنی مثلا در این بیمار سمت چپ و سمت چپ نخاع که به دلیل همون آناتومیک لوکالیزیشن هست. اینا کراسشون در سطح مدولاست ولی حس سطحی کراسش در همون سمت نخاع، در نتیجه صورت کنترالترال آسیب میبینه. ما میدونیم که برای سیستم موتور یه آپر موتور نورون داریم و یک لور موتور نورون. آپر موتور نورون نورونی هستش که از کورتکس فرونتال میاد تا شاخ قدامی نخاع و با رنگ قرمز مشخص شده اینجا و دومی از شاخ قدامی نخاع شروع میشه از طریق ریشه‌های نخاعی میاد تا به عضله برسه که لور موتور نورون هست. ما میدونیم بیمارانی که زایه آپر موتور نورون یا لور موتور نورون دارن هر کدومشون یه عده علامت‌های خاصی دارن که از روی این علامت‌های کلینیکی ما میتونیم حدس بزنیم که آسیبمون آپر موتور نورون هست یا لور موتور نورون. مثلا در آتروفی عضلانی به صورت معمول در لور موتور نورون داریم که خیلی بارزه، در آپر موتور نورون نداریم مگر به میزان خفیفی که به دلیل دیسیوز آتروفی هست. یا مثلا تون عضلانی در لور موتور نورون کم میشه و فلاسید میشه ولی در آپر موتور نورون زیاد میشه و اسپاستیک میشه. کلونوس در آپر موتور نورون داریم، رفلکس هامون در آپر موتور نورون زیاد میشه افزایش پیدا میکنه، در لور موتور نورون کم میشه یا از بین میره. علامت‌های مثل علامت بابنسکی در آپر موتور نورون داریم ولی فاسیکولیشن در لور موتور نورون داریم و ابدومینوکوتانوس رفلکسمون در آپر موتور نورون از بین میره.
اولین علامت و در واقع شایع ترین علامتی که یک بیمار به پزشک مراجعه میکنه، یک بیمار با هر مشکلی، سردرد هست. در مورد سردرد ما اولین تقسیم بندی که داریم اینه که سردرد اون اولیه هست یا ثانویه. سردرد اولیه یعنی بیماری هایی که سردرد مهمترین و اولین علامت، گاهی هم تنها علامت بیماره، مثل میگرن، تنشن و کلاستر و تریژیم اتونومیک سفالژیا. دومین قسمت در مورد سردردهای ثانویه است. سردردهای ثانویه یک علت استراکچرال یا بیماری سیستمی یا عفونی دیگری وجود داره که اون سردرد ثانویه رو ایجاد میکنه. در واقع سردرد یکی از مجموع علامت‌های اون بیماری است. برای اینکه ما بفهمیم یک فردی است کدوم نوع سردرد داره، اولیه یا ثانویه، بعد نوعش رو مشخص کنیم، ما باید یه سوال مناسب اون فرد بپرسیم. مثلا اینکه آیا سردردمون به صورت ناگهانی ایجاد شده و بسیار شدید بوده؟ آیا سردردمون در عرض چند ساعت پیشرفت کرده؟ آیا دوره‌ای هست یا به صورت مزمن در طی مدتی وجود داشته؟ اگر مزمن بوده الگوش تغییر کرده. و آیا در طی روزها عود میکنه؟ اگه عود میکنه با چه فرکانسی عود میکنه؟ چه علامت‌های همراهی داره؟ آیا با سرفه، عطسه و حرکت ناگهانی سر تشدید میشه؟ آیا تب، سردرد، سفتی گردن و همینطور علامت‌های پارامننژه داریم ما، یا درگیری‌هایی در گوش، سینوس و گلو داریم؟ و آیا وارنینگ ساین داریم یا خیر؟ اگر بخوایم 3 سوال مهم در مورد سردرد بدونیم، این 3 تاست که آیا شدتش چقدره، کرونولوژیک پترنش چطوره، یعنی مثلا آنستش چطوره، با چه فرکانسی تکرار میشه، و علامت‌های همراهش چطور. به طور مثال در یک بیماری مثلا سردردهای میگرنی، در مورد کرونولوژیک پترن شما تصویر سمت چپ رو میبینین که یک علامت‌های پرودرومی داره. بعد فرد ممکنه اورا داشته باشه یا نداشته باشه که 5 دقیقه تا 60 دقیقه طول میکشه و بعد در نهایت سردرد شروع میشه که بین 4 تا 72 ساعت زمان میبره و بعد هم ممکنه یک دوره پسترومال هم در چند روز داشته باشه. علاوه بر این یه عده علامت‌های همراه داره. مثلا سردرد شدیدی داریم، ممکنه تینیتوس داشته باشه، ممکنه که تب و استفراغ داشته باشه یا حساسیت به صدا و اینها داشته باشه. اما یک سردرد بسیار مهم سردرد تاندرکلپ هست. سردرد تاندرکلپ یا سردرد رعدآسا یک سردردی هستش که به حد اکثر شدتش در عرض چند دقیقه تا چند ثانیه میرسه و طبق تعریف زیر 1 دقیقه باید به حد اکثر شدت برسه. بیشترین علتش پارگی آنوریسما و در واقع یک خونریزی ساباراکنویده. قبل از سردرد اصلی ممکنه یه سردردهای سنتینل یا نگهبان داشته باشیم که ما رو به سمت این که فرد ممکنه ساباراکنوید هموریج داشته باشه برسونه و این سردرد بسیار شدیدی هست که فرد علاوه بر اینکه ناگهانی ایجاد میشه شدتش هم زیاده و گاهی مریضا توصیف میکنن که این شدیدترین سردرد عمرشون بوده. در مورد سردردهای اولیه چه انواعی دارن، مثل تنشن تایپ هدیک، ساینوس هدیک، میگرن هدیک و کلاستر هدیک. یه انواع دیگه هم وجود دارن. هر کدوم از اینها شدت حل سردردشون متفاوته، کیفیت دردشون متفاوته. مثلا در سردرد کلاستر مثل فرو کردن خنجر هست. شدت سردرد مثلا در کلاستر خیلی شدیده ولی در تنشن کمه و دیوریشن سردرد چه مدتی طول میکشه و با چه فرکانسی تکرار میشه. یکی از آیتم هایی که ذکر کردیم به خصوص برای شناسایی سردردهای ثانویه ما وارنینگ ساین داریم، یعنی این علامت های وارنینگ یا خطر رو باید بشناسیم که حدس بزنیم این سردرد مهمی است و باید بررسی دقیق تری بشه. یکی این که سردرد در عرض 3 ماه گذشته به صورت پیشرونده تشدید بشه یا شدید باشه. یکی این که سردرد سادن آنست باشه مثل همون تاندرکلپ باشه یا شدیدترین سردرد عمرش باشه. مسئله بعدی این که سردردی که بعد از 50 سالگی شروع میشه، سردردی که با تغییر پوزیشن یا با والسالوا یا با سرفه و عطسه تشدید میشه، سردردی که علامت‌هایی مثل تب، کاهش وزن و یا تحریق شبانه باهاش باشه. اگر فرد سابقه کنسر، HIV یا در حین حاملگی دچار سردرد بشه، سابقه تروما به سر داشته باشه و یا اینکه هیچ سابقه یا سردرد مشابه رو قبل نداشته باشه، یعنی در واقع یک نیو آنست هدیک باشه
و در نهایت علامت‌های خیلی مهمی مثل سفتی گردن، فوکال نورولوژیک دفیسیت و یا پاپیلودما داشته باشه. هر کدوم از اینها ما رو به سمت سردردهای ثانویه سوق میده. خب اگه بخوایم چند تا سردرد ثانویه اسم ببریم، مثلا تومور مغزی، خونریزی ساباراکنوئید یا هماتوم‌های اپیدورال، سابدورال مغزی، هیدروسفالی، ترومبوز سینوس‌های وریدی. علامت بعدی ورتیگو و یا دیزینس. قبل از این یک مجموعی از علامت‌ها داریم که در این چارت سمت راست مشاهده می‌کنین که دیزینس یک مفهوم تقریباً مبهمی داره که زیر مجموعه‌های متفاوت داره. یکیش ورتیگو است یا سرگیجه که در واقعاً فرد احساس چرخش محیط دور سرش می‌کنه، مثل حالتی که سوار چرخ و فلک داریم. یکیش عدم تعادل یا دیسکولیبریوم هست که گاهی مریضا عدم تعادلشون رو به صورت احساس سبکی سر و اینها توجیه میکنن. و بعدی حالت پرسینکوپ یا افت ناگهانی سطح هوشیاری و در واقع حالتی به نام فینت هستش. اولین سوال اینه که آیا واقعا این ورتیگوه یا نه یکی از این موارد دیگه است، که مهمترین سوالش همینه که آیا واقعا محیط دور سر شما میچرخید یا شما به دور محیط میچرخیدین، که اگه باشه میشه ترو ورتیگو. برای عدم تعادل خیلی کافیه که بپرسیم آیا تعادلتون به هم میخوره، آیا زمین میخورین، که اسم علمیش آتاکسیاست. برای پرسینکوپ هم در واقع یه حالت افتادن ناگهانی با یه حالت سبکی سر هست. علامت‌های همراهش مهمه و سوالمون هم یکیش تایم کورس هستش که مثل هر چیزی باید بپرسیم که دیوریشن اون دورای سرگیجه‌مون چقدر است و شروعش آیا ناگهانی بوده یا پیشرونده مثلا در عرض چندین ماه. علامت بعدی ویکنس یا ضعف هست. چه سوالایی برای فردی که مبتلا به ویکنس هست بپرسیم؟ اولا آنستش هست، آیا ناگهانی به وجود اومده که فکر میکنیم استروک کرده مثلا، یا اینکه تدریجی و پیشرونده در عرض چند مدت بوده. این محل ضعف شما کجاست؟ محل ضعف آیا کل بدنه یا نه به صورت فوکال در جایی از بدنه، مثلا در صورته، در یکی از اندامه، یا مثلا دو تا اندام تحتانیه، آیا یه نیمه بدنه یا خیر، یا اگه خیلی این ضعف فوکال هست چه حرکاتی رو درگیر کرده. مثلا ممکنه که فرد فقط حرکات ناحیه تنارش درگیر شده باشه و حرکات شستش محدود شده باشه. آیا این ضعف با تکرار و در واقع ادامه حرکت تشدید میشه یا بهتر میشه؟ این یه ویژگی خاصیه که در بیماری‌های نوروماسکولار جانکشن و در سردستش میاستنی گراف وجود داره، که میاستنی گراف یک علامتی به صورت خستگی پذیری داره، یعنی در ابتدای شروع حرکت ضعف نداره، کم کم ضعفش بیشتر میشه تا حدی که ممکنه که مدتی رو وایس استراحت کنه و بعد دوباره حرکت رو شروع کنه. سوال بعدی هم اینه که آیا علامت‌های حسی یا علامت‌های دیگه باهاش وجود دارد یا خیر. در این تصویر شما الگوهای متعددی که برای ضعف میتونه وجود داشته باشه رو می‌بینین. مثلا از سمت چپ شروع کنیم، ممکنه که مونوپلژیا باشه، یعنی یکی از اندام‌ها درگیر باشه، یا همیپلژیا باشه، یه نیمه بدن، و ممکنه پاراپلژیا باشه که دو تا اندام تحتانی، و کوادریپلژیا هم که هر 4 اندام فوقانی و تحتانی درگیر باشه. یا در بیماری ژنتیک ممکنه که این الگوی ضعف متفاوت باشه. مثلا در شارکوماریتوس که یک بیماری عصبه های محیطی هست و ژنتیکه، قسمت های دیستال دست و پا ضعف پیدا میکنه. یا مثلا در اسپاینوماسکولار آتروفی ضعف عضلات پروگزیمال داریم یا ضعفمون گسترده تر. یا مثلا در فیشیو اسکاپولو هومرال دیستروفی که اسمش مشخصه، ضعف در فیشیال عضلات اسکاپولا و شانه و بازوها خواهیم داشت. یک اکرونیم خیلی معروفی وجود داره به نام FAST که مخفف فیس آسیمتری، A arm weakness، S speech problem، و اگر هر کدوم از این فیس آسیمتری، عدم تقارن صورت، ضعف اندام و یا اختلال تکلم وجود داشت، بلافاصله باید تایم رو در نظر بگیریم و در واقع تلفن بزنیم سریع، که هر کدوم از اینها میتونه علامت استروک باشه. البته قاعدتاً این علامت ها تنها علامت استروک نیست، ولی این اکرونیم فاست برای آموزش به جامعه ایجاد شده. در این تصویر شما علامت‌های دیگر استروک رو می‌بینید که فقط این ستای اول FAS در ابتدا بود
فقط اونا نیست، فراتر از اونا هم داریم. مثلا ممکنه نامنس ناگهانی باشه، یعنی بی‌حسی. ممکنه فرد عدم تعادل داشته باشه، یا ممکنه کانفیوژن داشته باشه. ممکنه که فرد دوبینی داشته باشه یا سرگیجه داشته باشه. علامت بعدی که در بیماری نورولوژی داریم نامنس هست یا اختلال حس. اولین مسئله اینه که این الگوی اختلال حس چطوره. ممکنه اختلال حسمون مثل تصویر A استاکس اند گلاوز باشه، یعنی در واقع جایی که محل پوشیدن دست و پاست. این تو بیماری‌های نوروپاتی بیشتر از همه دیده میشه، مثل دیابت. یا ممکنه که پچی باشه، یعنی پخش جاهای مختلف باشه. یا ممکنه مثل تصویر B یک سطح حسی داشته باشیم، یعنی تا یه حدی از تنه اختلال حس داریم و بعد از اون نداریم. یا مثل تصویر C که با هم صحبت کردیم، الگوی برانسکوارت باشه که نخاع هست. یا تصویر D که الگوی شنل مانند هست و در سیرنگومیالی دیده میشه. یا مثل تصویر ای که در واقع نیمه ای از بدن و نیمه مقابل صورت درگیره و این در اختلالات ساقه مغز دیده میشه. و در نهایت در اختلالات سربروم یا مخ هم شما یک نیمه که سر و اندامها هر جفت در یک سمت وجود دارن، این اختلال حس رو خواهیم داشت. ممکنه که اختلال حسمون به صورت مثل تصویر B پچی باشه. این در جاهایی که یک عصب محیطی درگیر هست دیده میشه. یا ممکنه که این چند عصب محیطی از چند جای بدن درگیر شده باشه که بهش میگن مونو نوروپاتی مولتیپلکس، مثل تصویر C. در مورد تصویر A هم که در پولینوروپاتیا دیده میشد و الگوی استاکس اند گلاوز بود. خود این الگو میتونه برای ما تشخیص ها رو خیلی نروتر کنه. مثلا در الگوی مونونوروپاتی مولتیپلکس بیشترین اختلالات در واسکولیت ها دیده میشه. این تصویر که اسمش هست مونوفیلمنت یک ابزار بسیار ساده هست که برای بیماران دیابتی و غربالگری اختلال حسی استفاده میشه. به این صورت است که این وسیله که نوکش به راحتی خم میشه رو بر روی قسمت های دیستال بدن، مثل اینجایی که رو پا گذاشتن، میگذاریم و اگر فرد بدون اینکه این قسمت دیستال تا بشه، مثل حالتی که در سمت راست میبینیم، اون نوک اون ابزار رو حس کنه، یعنی که اختلال حس نداره. ولی اگه برای حس کردنش نیاز به فشار بیشتر و خم شدن این ابزار داشته باشیم، یعنی اینکه اختلال حس داره. علامت بعدی فینت هست یا افت هوشیاری بسیار گذرا و ناگهانی که فرد به صورت ناگهانی بر روی زمین میفته و به مدت بسیار کوتاهی که معمولا در عرض چند ثانیه است هوشیاری خودش از دست میده. ممکن هم از دست نده که به اون حالت پرسینکوپ یا نیرسینکوپ میگن. اگه از دست بده اسمش هست سینکوپ. مسئله اینه که اگه فردی دچار سینکوپ باشه، ما حتما باید در مورد اختلالات قلبی و بعضی از بیماری‌های عروقی مغز خیلی بررسی دقیقی داشته باشیم. یه علامت دیگه تشنجه که ارتباط نزدیکی با سینکوپ داره، به خاطر اینکه در سیژر یا تشنج یه عده الکتریکال دیسچارج هایی در نورون های مغزی داریم. مثلا ممکنه که احساس گزگز کنه یا ممکنه به صورت پرش اندام باشه. اپیلپسی در واقع 2 تا تشنج هست، 2 تا سیژر هست که آنپرووکت باشن، یعنی با یه بیماری دیگه ای مثلا افت قند برانگیخته نشده باشه. علامت بعدی حرکات غیر ارادی است. یکیشون لرزش یا ترمور هست که لرزش یا حرکات اسیلیتوری ریتمیک هست در یک قسمتی از بدن که مثلا ممکن دست باشه، پا باشه. یکی از بیماری‌های اصلی که ترمور دارن بیماری پارکینسون هست که بیماری پارکینسون لرزشش یه نوع خاصیه به خاطر اینکه اترس ترمور هست، یعنی در وضعیت استراحت لرزشش ایجاد میشه. و نکته بعدی، اگه به این تصویر نگاه کنین، این لرزش میتونه در سر، در دیستال دست‌ها یا در پا باشه و در دیستال دست‌ها یک الگوی خاصی داره به نام پین رولینگ، یعنی مثل چرخوندن تسبیح در داخل دست. اما بیماری‌های دیگه‌ای هم هستن که لرزش داشته باشن. یه بیماری هست به نام اسنشیال ترمور یا لرزش اساسی. فرق لرزش اسنشیال ترمور با بیماری پارکینسون اینه که برخلاف بیماری پارکینسون که در حالت استراحت لرزش داره، این فرد وقتی که حرکت میکنه
و در واقع در وضعیت گرفتن یا پوزچر گرفتن دست لرزش ایجاد میشه. مثلا موقعی که غذا میخوره لرزشش تشدید میشه. یه اختلال حرکتی دیگه تیک هست که به صورت یه عده حرکات رپتیتیو تکرار شونده و استریوتایپ، یعنی همیشه یک شکل است. مثلا مثل این فرد به صورت چشمک زدن باشه، یا ممکنه به صورت حرکات صورت باشه، یا انداختن شونه به سمت بالا باشه. ممکن هم هست تیک صوتی هم داشته باشیم، یعنی فرد مثلا گلوش صاف کنه یا صداهای مختلفی مثل سوت زدن در بیاره. یه حرکت اضافی دیگه دیستونی هست که به صورت یه حرکاتی که باعث پوسچرینگ اندام میشه. مثلا مثل این فرد باعث شده که گردنش یک سمت منحرف بشه و بچرخه. که علتهای مختلفی دیستونیا میتونن داشته باشن، سردستش داروها هستن، ولی خب بیماری‌های اولیه و ژنتیکی هم داریم که میتونن دیستونی ایجاد کنن. کره یا حرکات رقص مانند که ترجمهش هست یه حرکات سریع، جرکی و ایرگولار هستن و در واقع کره رو شما نمیتونید پیش بینی کنید حرکت بعدی چیه. مثال نقضش تیک بود که در تیک استریوتایپه و شما میتونید حدس بزنید که حرکت بعدیش چطوره، ولی در کره حرکت بعدی رو شما نمیتونید حدس بزنید و ممکنه در قسمت‌های مختلف باشه. بیشتر از همه در دیستال بدن هست. بیماری‌های مختلفی هم میتونه ایجاد کنه، مثل کره سیدنهام که در اثر تب روماتیسمی ایجاد میشه، یا بیماری هانتینگتون. آتتوز هم حرکات شبیه کره است ولی با سرعت و شدت کمتر که در قسمت‌های دیستال بدن هستش و معمولاً کره و آتتوز رو با هم اسم میبرن و میگن حرکات کره آتتوئیک. در نهایت یک مروری بر روی مطالبی که عرض شد خواهیم داشت. اول از همه ما باید یه معاینه خوب بکنیم تا بتونیم یک آناتومیک لوکالیزیشن مناسبی برای درگیری قسمت‌های مختلف سیستم عصبی داشته باشیم. باید در مورد کورس علائم و عوامل تشدید کنندش و علائم همراهش صحبت کنیم. مثلا در مورد سردرد علامت‌های وارنینگ باید خیلی تو ذهنمون باشه. ورتیگو رو بتونیم دیفرنشییت کنیم از سینکوپ، فینت و دیزینس. اگر بخوایم در مورد ضعف و نامنس فکر کنیم، ما باید هم الگوی در واقع پترن اون اختلال رو در بیاریم، همین که در مورد کرونولوژیک پترنش صحبت کنیم. علامت آپر موتور نورون و لور موتور نورون رو با هم مرور کردیم و اختلالات حرکتی اضافی رو با هم در موردشون صحبت کردیم. 3 تا رفرنس هم خدمتون معرفی میکنم در کنار کتاب باربارا بیتس که رفرنس اصلی شماست. میتونین از هاچینسون کلینیکال متد و همینطور اطلس آف کلینیکال دایگنوستیس که سمیولوژی غیر طبیعی رو هم به شما نشون میدن استفاده کنین.